خب، سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و عزیزانی که الان در حال حاضر دارن این ویدیو رو تماشا میکنن. من یه معرفی خلاصه ای از خودم داشته باشم. من مرتضی فرزیانی هستم. رشته فارغ التحصیلی معماری هست، آرشیتکت هستم و از ابتدا در کار ساخت و داخل محوطه کارگاهی کار کردم، علی‌رغم اینکه رشته دانشگاهی معماری بوده و بیشتر میبایست تو حوزه طراحی و فاز اول طراحی و اینها کار میکردم. بر اساس علاقمندی خیلی زیادی که نسبت به موضوع اجرا داشتم، از ابتدای کار تو محیط کارگاه بودم. الانم حقیقت از داخل یک کانکس دارم براتون ویدیو میگیرم. کانکس من هست تو پروژه‌ای که فعلا در حال حاضر اینجا سمت سرپرستی کارگاه رو دارم این ویدیو رو میگیرم و حقیقتا هدفم از تشکیل این کانال این بود که دوستان و در واقع اون علاقه‌مندانی رو که توی عرصه ساخت و ساز قراره که وارد بشن و فعالیت بکنن رو با مراحل مختلف ساختمانسازی از 0 تا 100 آشنا بکنم و تجربیات 20 ساله خودم را به صورت کاملا رایگان بدون هیچ چشم داشتی در اختیار همه عزیزان بگذارم. من یک سابقه 20 ساله توی زمینه ساختمانسازی و مخصوصا ساختمانسازی لوکس توی منطقه 1 تهران دارم که به تمام جزئیات و دیتیل های اجرایی ساختمان کاملا مسلط هستم. خب، خیلی از موضوعات هستش که بایستی که توی یک موقعیت قرار بگیریم و تجربهش رو از نزدیک به دست بیارین و تا نبینین نمیتونین اون موضوع و اون محصول رو کاملا از نزدیک لمسش بکنین. هدفم این هستش که یک مقدار شما رو کارتون رو راحت تر بکنم. دوست داشتم تمام این تجربیات رو یک روز یک شرایطی فراهم بشه که در اختیار عموم افرادی که واقعا دوست دارن توی این کار فعالیت بکنن قرار بدم. من تو چنل مرتضی ماونتین هستم. حالا چرا شاید بپرسیم ماونتین؟ من خودم یک کوهنورد هستم و عاشق کوهنوردیم و حالا اسم چنلم رو به همین خاطر مرتضی ماونتین قرار دادم. حالا این موضوع هستش که امیدوارم این نکته رو من بگم. امیدوارم که این گروه ها و مؤسسات و تمامی اشخاصی که و ارگان هایی که به صورت مالی و ریالی برای آموزش کار میکنند و در واقع برای آموزش موضوعات مختلف کارهای ساختمانی ریالی رو از اشخاص میگیرن، از این چنل و از این موضوعی که کانسپتی که من در نظر گرفتم ناراحت نشن و از من خورده‌ای نگیرن. از همینجا از همتون عذرخواهی میکنم، چون این چنل کاملا رایگانه و فریه برای تک تک موضوعات ساختمانی از بیس کار، یعنی در واقع از یک زمین بکر که در اختیار شما قرار داده میشه برای ساخت تا زمانی که تحویل کلید هست. تک تک موضوعات ساختمانی رو که بایستی بدونید، الزامات رو میگم، مباحث فنی رو میگم، شرایط عمومی پیمان رو بهتون آموزش میدم و کلیه موضوعات ابنیه، مکانیکال، تأسیسات، کلیه موضوعات برقی، تأسیسات برقی رو تک تکش رو مبحث به مبحث باز میکنم. نکات کلیدی و حساس رو در اختیارتون قرار میدم. میتونید ویدیوها رو ببینید، شیر کنید، بازنشر کنید و نوت برداری بکنید و در مراحل مختلف ازش استفاده بکنید. من با تمام وجودم این موضوعات رو در اختیارتون قرار میدم بدون هیچ چشم داشتی. امیدوارم که این کانال مفید باشه براتون و نهایت استفاده رو از مباحث ساختمانی ببرید.
حالا گهگاهی یه سری کلیپ هایی که حالا شاید خیلی نامربوط هم باشه به موضوعات ساختمانی، اونا رو هم برای فام بودن چنل میفرستیم که کانالمون خیلی هم خشک و سرد و در واقع کلاسی و بیروح نباشه. ارادتمند همه دوستان، امیدوارم که این چنل مخصوصا برای مهندسانی که تازه فارغ التحصیل شدن و مخصوصا برای اونایی که دنبال کارآموزی هستن خیلی به درد میخوره و قطعا اگر که پیگیر مباحث باشین بی نهایت میتونه در آینده کاری شما مؤثر باشه. خب بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم برای این ویدیو اول. امیدوارم که روزها و لحظات خیلی خوبی رو در کنار هم در چنل مرتضی ماونتین داشته باشیم. با امید دیدار مجدد.